دو تا خبر دارم که اینا یه ذره با هم تناقض دارن. یعنی ببین، آموزش پرورش طرفدار برگزاری امتحانات نهایی دیگه. حالا چراشو شما میدونین، بالاخره کلی دانش آموز امتحانات نهایی 11 بدن. برای اولین بار در تاریخ گفته میخوام از الان، یعنی تو همین هفته‌ای که هستیم، برنامه کل امتحانات رو منتشر کنم تا بچه‌ها بتونن راحت‌تر برنامه‌ریزی کنن. اما کمیسیون آموزش مجلس برگشته گفته آقا ما سه‌شنبه جلسه داریم. از شورای انقلاب فرهنگی هم دعوت کرده و از اعضای آموزش پرورش هم دعوت کرده که تو اون جلسه باشن. موضوعش هم مثبت شدن تأثیر معدل 11 و گفته حق ندارید تا زمانی که این جلسه برگزار نشده، نتیجه جلسه مشخص نشده، برنامه امتحانات رو منتشر بکنید. حالا بر اساس این من احتمال میدم که اصلا داستان این بوده که آموزش پرورش میخواسته برنامه رو بده که بگه آقا قضیه تموم شد دیگه، ما برنامه رو هم دادیم، امتحانات هم نهایی، با خیال راحت برید بخونید. کمیسیون آموزش مجلس داره میگه نه، صبر کن، تصمیم گیری انجام بشه تو اون جلسه، احتمالاً هم نتیجه مثبت شدن تاثیر معدل 11 خواهد بود ان شاء الله. و بعدش اگه خواستین برنامه رو منتشر بکنید ما که دعا میکنیم مثبت، یعنی همه زور و تلاش هم برای اینه دیگه.